نخستین دور مسابقات UFC در ولسوالی کشم ولایت بدخشان با شور و هیجان ورزشکاران 12 ولایت برگزار شد. در این رقابت‌ها بیش از 80 فایتر به مساف هم رفتند و در رشته‌های مختلف رزمی برای امتیازگیری مبارزه کردند. اوج هیجان این مسابقات در مبارزه نهایی میان فایترهای بدخشان و پروان رقم خورد، جایی که سجاد بدخش توانست حریف خود را شکست دهد و کمربند قهرمانی و جوایز نقدی این دوره را از آن خود کند. امروز در ولایت زیبای بدخشان در ولسوالی کشم در اولین دور مسابقات سبک UFC که توانستم فایت مرکزی را مقام اول از آن خود بسازم. به گفته مسئولان ورزشی، این رقابت‌ها در کاتگوری نوجوانان و جوانان در سطح محلی، نیمه مرکزی و مرکزی برگزار شد و هدف اصلی آن حمایت از استعدادهای رزمی و فراهم کردن زمینه رشد نسل جوان است. ان شاء الله امیدوار است که بتوانیم از برگزاری این مسابقات ما بهترین چهره ها را شناسایی بکنیم و بهترین قهرمان را شناسایی بکنیم. تیم منتخبی که در کابل برگزار میشه و معرفی بکنیم و از آدرس تیم ملی که در کابل انتخاب میشه بتونن که به نمایندگی از افغانستان در کشورهای بیرونی برن و بیرق امارات اسلامی افغانستان را بلند بکنن. و همچنان ورزش نماد از صلح و صمیمیت است. امروز خوشحال هستم که تعدادی از قهرمانان را در کنار خود داریم و مردمی شریف بدخشان واقعا مهمان نوازی خوبی از مردمی ولایت کردن که واقعا مردمی که از بیرون آمدن خیلی خوشحال هستند و یک پیام میره دارم که از تمام مردمی بدخشان و کسایی که در افغانستان هستند همیشه ورزشکاران خود قهرمانان خود را حمایت بکنند. نو کوم تاسو ګورو دی بلخ نه دی هرات نه دی بغلان نه دی پروان نه دی مختلف ولایتونو نه ورزشکاران راغلي دي، مینوال راغلي دي. نو موږ ویلی شو چې په ورزش کې مینه ده، په ورزش کې اتفاق ده، په ورزش کې اتحاد ده. ورزش د ملی افتخارات او مینه زیږوي. در سالهای اخیر علاقمندی جوانان به ورزش‌های رزمی در بدخشان افزایش یافته است، اما حمایت از چنین برنامه‌ها نه تنها سبب ارتقای جایگاه ورزش در کشور می‌شود، بلکه جوانان را از افتادن در دام مواد مخدر نیز دور نگه می‌دارد.